ولسوالی پریان، آخرین و زیباترین قسمت ولایت پنجشیر. به نام خالق یکتا و توانا، هموطنان عزیز درود و سلام خدمت شما. امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین. سکندر ولیزاده هستم در خدمت شما. ما امروز آمدیم در زیباترین و آخرین قسمت ولایت پنجشیر. ما امروز در ولسوالی پریان هستیم. ولسوالی پریان یکی از زیباترین مناطق ولایت پنجشیر است که ما فعلا در منطقه که فعلا قرار داریم به نام کرپیتاب است که تقریبا نزدیک به آخر پنجشیر است که ما تصمیم داریم که بریم همون قسم بالا به منطقه‌ای که به نام مرغدل است، جایی که بیشتر مردم به چکر و تفریح میرن. در ادامه با ما باشید و از داشته های ما لذت ببرید. هموطنان عزیز سلام دوباره خدمت شما. امیدوار هستم که تا این دم خسته نشده باشید. بعد از یک سفر بسیار زیاد طولانی بالاخره ما در آخرین قسمت ولسوالی پریان ولایت پنجشیر رسیدیم که به نام مرغدل یاد میشه که بیشتر از هموطنان ما که به چکر میان به خصوص به ولسوالی پریان در اینجا میآیند. جای است که مردم خیمه ها را برپا میکنن و شب خود سپری میکنن. جای خیلی زیبا و دیدنی است. در ادامه با ما باشید و بیشتر با منطقه که به نام مرغدل از آشنا شید. ما هم میریم سراغ هموطنان ما ببینیم که از کجا آمدن و تفریحشون چطور گذشته. در ادامه با ما باشید. هموطنان عزیز در کنار ما خواجه صاحب زبید گذر هستن، یکی از کسایی که از کابل به چکر آمدن. بیشتر با ایشان آشنا بشیم. خواجه صاحب سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم. خوب است؟ بخیر است؟ جور است؟ بسیار زیاد خوش آمدید به پنجشیر. قربان و سلامت با عزت باشی، بخیر باشی. از کجا آمدین خواجه صاحب؟ ما از ولایت کابل، فامیلی اسای خیرخانه. همون یک طبیعت ما کرده بود تا به هوای پنجشیر و چند تا مهمانام دنبالم گرفت آمدیم. همیشه یک برگه کام کشتیم فامیلی دیگه تا آمدیم که میچ امروز ما خوش بگذره. بیشک به خدا بیشک. چند بجه حرکت کردین از کابل بخیر؟ 5 بجه صبح بود که حرکت کردیم. همون تو بسیار طور نرمال آمدیم، رسیدیم یک نیم ساعت پیش. بیشک به خدا. چطور از فضای پریان چطور است امروز؟ فضای پریان خو میفهمید دیگه که بخی فضای است که کل جوانم پیدا نمیشه. یک میوه تازه رسه که تو خودت زمرت تو روشن صاف و زلال است. همین یوم به نظر من از یخ کرده، از یخ کدام یخ است؟ آیا کدام یخ است؟ از برف کدام یخ است؟ به خاطر که سر کوک برفا میشه که زده تا پایین میاد بخی یخ میشه. به نظرت امکان داره کسی جا بازی کنه؟ میاره یک تا برد میاره. فرض کنید میاره دفعه. یخش نزنه خواجه صاحب. خوش کنید. بیشک به خدا. در پریان پنجشیر هستیم. اینقدر او یخ است که نیال پای ما رو فقط کنده یخ واره است. دیگه در کوه هم نیال برف هم است. دیگه بسیار او یخ است، بسیار هم خوشایند هم است. دیگه در پریان پنجشیر فکر میکنی نو بهار شده. میجا آمدیم دیگه در میله فامیلی یک برگه که کشتیم، یک روش پخته کردیم دیگه. جای کل دوستا خالی دیدیم. طبیعت فضای پریان پنجشیر فامیلی یگان روز خوشگذرانی کنه، آب و هوای خوب داره. هموطنان عزیز ما در کنار خطای صاحب عبدالکوار داریم. ناگفتن نباید گذاشت ما در منطقه هستیم به نام شازور یا ما مرغدل که تقریبا نزدیک کمی بالاتر مرغدل نامیده میشه که مرز پنجشیر و بدخشان است و این منطقه هم نام مشهورش مرغدل است که بیشتر مردم اینجا به چکر و تفریح میان. در کنار ما صاحب عبدالکوار است، یکی از کسایی که بیشترین امکانات به مردم فراهم کرده، از جمله خیمه های کرایی، فرش، توشک، تمام از این فراهم کرده. بیشتر باش آشنا بشیم. آقای صاحب عبدالکوار سلام علیکم. سلام علیکم. سید خوبت جان جور است قراری. من چی گپ است صاحب؟ خوب هستی؟ فضل و خلاق قراری آرامیش. کسایی که میخوان اینجا چکر بیان ترس ازی دارن که میگن شب بپایم جای از نیست، دلشان جمع باشن دیگه. نه نمید 20 دانه خیمه در خدمتشون است. توشک هم است، قالین هم است، کلی چیزی از قیماق، شیر دیگه، مسکه،
هر چی که بخواه است. لبنیات از دیگه هر چی که بخوای هست. باز میگن که زیاد شما قیمت میتین یا مذاق کردن؟ نه قیمت نیست، ویخی ارزان نیست. اگر مردم اینجا جمع و جوش زیاد شود ما ویخی ارزان میکنیم. نه جمع و جوش نیست، 300 روپیه امروز ما گرفتیم، مردم ما از پیشمان خوش است. بیا خیر بشین، خداوند برکت بندازه. خیر. بخیر باشین، تشکر یوسف. بخیر باشین. بیننده های عزیز، یک دنیا ممنون که تا این دم بیننده ما بودید. ما در منطقه استیم به نام شازو که مربوط ولسوالی پریان ولایت پنجشیر میشه. تقریبا آخرین قسمت های ولسوالی پریان است که ما هم مرز با فعلا هم مرز با بدخشان هستیم که تقریبا ما به بدخشان رسیدیم و این منطقه جای خیلی زیبا و دیدنی است که هموطنان ما میتونن اینجا به تفریح و چکر بیان، از طبیعت زیبای ولایت پنجشیر بخصوص ولسوالی پریان لذت برن. یک جهان تشکر که بیننده ما بودین.